به نام آن که سبحان بود، برون از مکانها و امکان بود. اول و آخر، ظاهر و باطن است. کریم و جمیع، سمیع و محسن است. بعداً السلام علیکم و رحمت الله پدران و مادران و برادران عزیز و بسیار گرامی قدرم. از شما خواهش کردم میشود کسانی که در کانال آبونه شدگی هستند زنگولشه رو پخش کنند تا که ثبت های نوی ما برای شما دسترس گردد و دستگیری خود رو دریغ نداره دوستان عزیز، تا ما قصه های بهترین خوب و دلنشین را بهر شما پیشکش نماییم. آبروی اهل دل از خاک پای مادر است، هرچه گویند از جماعت از دعای مادر است. آسمان و زندگی روشن شد از نوری پدر، گلشنی هستی مصفا از صفای مادر است. قصه زیرین برای نفرانی که به قدر مادران نمی رسند. درویش گفت بار در نشست چند از دوستان با همدیگر صحبت می کردیم که یک باره زنگ تلفن یکی صدا داد. او در جواب زنگ چنین پاسخ می داد: ها، چی می گویی؟ وقتی گپ زدن ندارم، مرا گذار کمی با دوستانم نشینم. بس کن، بعد هر سخنت را می گویی. می گوید دوستان، وقتی که این سخنان سرد را از زبان دوستمان شنیدیم، گمان کردیم که او با زن یا یکی از رفیقان دیگرش صحبت می کند. ولی بعد آن که سخنش را به انجام رسانید، به سوی ما نظر کرده گفت این کمپیر مرا بیزار کرد. بعداً فهمیدیم که آن نفری که هم صحبتش بود این مادرش بوده است. او مادرش را با لفظ تحقیرآمیز ندا کرد. نشست را آرامی فرا گرفت. یک باره صدای جان خراش شنیده شد. از این صدا با حیرت آمده به اطراف نگریستیم تا بدانیم که این گریه کیست. دیدیم که یکی از دوستان زار زار می گرید. وقتی که همه به سوی او با حسی کنجکاوی نگریستیم، او لب به سخن گشاد و گفت ای کاش من نیز مادر می داشتم. ای کاش مادرم مرا اذیت می داد و من در جوابش می گفتم مادر جان عزیزم، هرچی خواهی بگو، ولی بدان که من تو را به نهایت دوست می دارم. وقتی که این سخنها را شنیدیم، جوان جنایتکار برای دفاع خویش کوشش حرف زدن کرد، ولی ما همگان او را از سخنگویی منع کرده گفتیم تو سخن مگو، تو حق سخن کردن نداری، زیرا تو به عذر مادرت را رنجانیدی. جوانی که از طرز صحبت فرزند با مادر به گریه افتاد، در روز نخستین تولدش از مادر محروم گردیده است. در روز تولدش مادر جانش را برای او فدا کرده است. این فرزند هرگاه در دوران کودکی دوستانش را میشنید که میگفتند مادرم چنین گفت، مادرم چنین کرد، نزد مادرم میروم، متاسفانه او چیزی گفته نمیتوانست، زیرا مادر نداشت. از این لحاظ او چون دوستانش را میدید که با مادرشان چنین مناسبتی دغل دارند، آتش دلش میتسبید و به خانه میتاخت و در کنج آن تلخ تلخ میگریست. بله، قدر مادر را بیشتر آن نفرانی میدانند که این نور چشم را ندارند. بله دوستان عزیزم، قدر مادران خویش را بدانید. اینک رسیدیم به پایان قصه دیگر. از شما خواهش کردم میشود ویدیو را به دیگر دوستانتان روان کنید. دستگیری خود را دریغ ندارید. فکر و عقیده های خود را در زیر ویدیو بنویسید. یکی شما را از برای الله پاک دوست می‌دارم. خدایا را مددگار ما و شما باشد. السلام علیکم.